سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. به یکی دیگه از پرونده های جنایی خوش اومدید. توی این پرونده قتلی رو که توی کرمان اتفاق افتاده بررسی میکنیم. این رو هم بگم تمامی این اتفاقها واقعی بوده و توسط بازپرسان و کارآگاهان این پرونده گفته شده. پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ پرونده امروز، چنانچه تازه با کانال ما آشنا شدید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا برنامه‌های جدید ما رو از دست ندید. پاییز سال 69 بود. خنکی هوا خبر اومدن یه زمستون سرد رو میداد. اون زمان توی بخش یک تجسس کرمان مشغول به کار بودم و یه روزی توی کلانتری مشغول حل پرونده‌های قدیمی بودم که یه دفعه تلفن به صدا در اومد. فرد میان سالی پشت خط تلفن بود. خودش رو یک نگهبان پارک توی جنوب شهر کرمان معرفی کرد. صداش میلرزید. وحشت کرده بود. اون شروع به صحبت کرد و گفت در حال جارو زدن پارک بودم که ناگهان چشمم به پسر بچه افتاده بود که گوشه‌ای از پارک دراز کشیده بود. اولش فکر کردم پسر بچه حالش بده و بیهوش شده، اما وقتی بهش نزدیک شدم فهمیدم اشتباه کردم. هرچی تکونش دادم و صداش کردم عکس‌العملی نداشت. بدنش کاملا سرد شده بود. از اونجا فهمیدم که مرده. تصمیم گرفتم این ماجرا رو به کلانتری اطلاع بدم. تماس این نگهبان ما رو راهی پارک کرد. پارکی که توی یکی از مناطق حاشیه نشین شهر قرار داشت. وقتی خودمون رو به محل رسوندیم با جنازه پسر بچه‌ای مواجه شدیم که به نظر می رسید از زمان مرگش چیز زیادی نگذشته. پسر بچه تقریبا 9 ساله بود. آثار کبودی دور گردنش این احتمال رو میداد که اون رو خفه کردن و اون قربانی یک جنایته. ماجرا رو به قاضی اطلاع دادیم و با حضور قاضی و متخصصان و پزشک قانونی این احتمال رو میداد پسرک پیش از این که به قتل برسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته. از طرفی هیچ نوع مدرک و سندی که بتونه هویت مقتول رو مشخص کنه پیدا نشد. کسایی که توی پارک بودن پسر بچه رو نمیشناختن و معلوم نبود اون کیه و توسط چه کسی یا چه افرادی به قتل رسیده. بعد از تحقیقات اولیه به دستور قاضی جسد به پزشک قانونی تحویل داده شد. همونطور که پیش بینی میشد توی بررسی‌های اولیه مشخص شد که اون ابتدا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و بعد از اون به وسیله طناب خفه شده. توی همون ابتدا این فرضیه مطرح شد که مقتول و قاتل همدیگر رو میشناختن. عامل جنایت برای اینکه رازش فاش نشه و پسر بچه اون رو لو نده دست به قتل پسر بچه زده. از اون لحظه به بعد تحقیقات ما برای شناسایی خانواده مقتول شروع شد. با استعلامی که انجام دادیم خانواده مقتول رو شناسایی کردیم. مادر پسر بچه به محض گم شدن پسرش برای پیدا کردنش به کوچه و خیابون رفته بود و وقتی ردی ازش پیدا نکرده بود با مراجعه به پلیس گم شدن پسرش رو که اسمش نیما بود به ما گزارش داد. نیما و خانواده‌اش نزدیکی اون محلی زندگی می‌کردن که جسد نیما پیدا شد. مادر نیما میگفت پسرش برای بازی از خونه خارج شده و بعد از اون کسی اون رو ندیده بود. اون میگفت نیما معمولاً بعد از ظهرها وقتی از مدرسه به خونه برمیگشت ساعتی داخل کوچه مقابل خونه‌شون بازی میکرد و سابقه نداشته که به تنهایی به پارک بره. این که پسر بچه‌ای برای چی به تنهایی به پارک رفته بود، توی این فاصله کی رو ملاقات کرده بود، نمیشد درست حدس زد. توی بازرسی پارکی که نیما توش به قتل رسیده بود هم
هیچ نوع سرنخی که بتونه به ما پیدا کردن قاتل به همون کمک کنه پیدا نشد. برای همین به تحقیق درباره نیما از اهالی محل پرداختیم و از اونها درباره پسر بچه‌ای با مشخصات نیما پرسیدیم و اینکه آیا کسی رو همراه اون دیدن یا نه. اما توی اون ساعت از روز کسی نیما رو ندیده بود و هیچ مدرکی که بتونه بهمون کمک کنه به دست نیاوردیم. بررسی‌ها برای کشف این جنایت ادامه داشت تا اینکه 20 روز بعد مجدد تلفن کلانتری به صدا در اومد و این بار ناپدید شدن پسر بچه 10 ساله رو به پلیس گزارش دادن. خانواده‌اش میگفتن پسرمون 24 ساعته که ناپدید شده و هیچ ردی ازش نداریم. تحقیقات برای پیدا کردن این پسر بچه که مجید نام داشت شروع شد. میگفتن اون برای بازی از خونه خارج شده و سپس بعد از اون ناپدید شده بود. اونها به کمک همسایه‌ها چند تا تیم جستجو تشکیل دادن و به همه مکانهایی که احتمال میدادن پسرشون مجید به اونجا رفته باشه رو جستجو کردن، اما موفق نشدن اون رو پیدا کنن. در حالی که عکس و مشخصات مجید رو در اختیار داشتیم، جستجوهامون رو آغاز کردیم. چند ساعت بعد فرد ناشناسی با پلیس تماس گرفت و مدعی شد که در منطقه حاشیه نشین جسد پسر بچه‌ای رو پیدا کرده. به سرعت راهی اونجا شدیم و به محض دیدن جسد مطمئن شدیم این همون پسر بچه یعنی مجیده. تناب دور گردن مجید حکایت از این داشت که اون هم خفه شده، درست مثل جسد نیما که 20 روز قبل پیداش کرده بودیم. وضعیت ظاهری جسد هم به گونه‌ای بود که احتمال میرفت اون هم قبل از اینکه به قتل برسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته. 2 پرونده جنایی پیش رومون بود که شباهت زیادی با هم دیگه داشتن. هر دو مقتول پسر بچه‌های کم سن و سالی بودن که بعد از آزار و اذیت به وسیله طناب خفه شده بودن. محل قتل اول با محل قتل دوم فاصله زیادی نداشت. طنابی که اونها هم به وسیله‌اش به قتل رسیده بودن از یک جنس بود. همه شواهد از این حکایت داشت که قتل‌ها توسط یک نفر انجام شده. مطمئن بودیم که با یک قاتل سریالی روبرو هستیم و از همه مهمتر این بود که احتمال داشت اون به جنایت‌هاش ادامه بده و پسر بچه‌های بیشتری رو هم قربانی کنه. این در حالی بود که هیچ گونه رد و سرنخی از عامل یا عوامل این جنایت در دستمون نبود. توی ادامه تحقیقات سراغ خانواده هر دو قربانی رفتیم تا شاید اطلاعات تازه‌ای رو به ما بدن تا توی حل پرونده به همون کمک کنه. ما حدس می‌زدیم که قاتل برای شناسایی نشدن دست به چنین جنایتی زده و این یعنی هر دو مقتول قاتل رو میشناختن. برای همین از خانواده قربانی ها در مورد دوستان و افرادی که پسر بچه هاشون باشون در ارتباط بودن سوالاتی پرسیدیم. اظهارات خانواده مقتول اول به ما برای حل پرونده کمک خاصی نکرد، اما صحبت های خانواده دوم یعنی خانواده مجید سرنخ خوبی به ما داد. مادر پسری که 10 ساله به ما گفت پسری حدوداً 18 ساله توی محله ما زندگی میکنه که اسمش علیه. علی شاگرد تراشکاریه اما زیاد اهل کار کردن نیست. چند باری دیده بودم که با پسرم حرف میزنه. پسرم هم همیشه با هیجان با کارهایی که علی انجام داده برام حرف میزد. من از علی خوشم نمی اومد. برای همین از پسرم خواسته بودم باهاش حرف نزنه و زیاد دور و برش نباشه. حتی بقیه افراد هم نظر منو داشتن و به علی اعتماد نداشتن. هرچند که من از مجید خواسته بودم که دیگه با این پسر صحبت نکنه، اما چند باری دیدم که اون دور از چشم من مشغول صحبت کردن با علیه. حالا هم به تنها کسی که شک دارم علیه. شاید اون توی قتل‌ها دست داشته. با این احتمال که این پسر جوون عامل این جنایت بزرگه، با هماهنگی قاضی پرونده علی رو دستگیر کردیم. اون پسری آروم و ساکت بود و سعی می‌کرد با خونسردی جواب تمام سوالات ما رو بده. همون لحظه اول علی
زیر بار این جنایت نرفت و گفت مجید رو میشناسه اما توی قتل اون هیچ نقشی نداشته. علی مدعی بود که قاتل نیست و نمیدونه چه کسی دست به چنین جنایتی زده. اما خونسردی عجیب اون باعث شد شک من به اون بیشتر بشه. از طرفی محل زندگی علی که تنها مظنون پرونده بود درست سر راه خونه هر دو مقتول بود و اون هر دو مقتول رو هم میشناخت. توی ادامه تحقیقاتی که انجام دادیم هم معلوم شد علی یکی دو بار هم همراه مقتول اول یعنی نیما دیده شده. با این حال اون هیچ حرفی نمیزد و همچنان میگفت که بیگناهه. توی چنین شرایطی تنها راه حلی که میتونست به ما توی کشف این حقیقت کمک کنه آزمایش DNA بود. آثاری از قاتل که در تعرض به مقتولان به دست اومده بود مورد آزمایش قرار گرفت و معلوم شد که قاتل کسی نیست جز علی. با مدارک به دست اومده پسر جوان در نهایت به جنایت سیاهش اعتراف کرد. اون قتل‌هاشو با شگردهای خاصی انجام میداد. علی توی اعترافاتش گفت با قربانی‌هام طرح دوستی میریختم و به دروغ از ماجراهایی که انجام دادم برای اونها صحبت میکردم. بچه‌ها بیخبر از نقشه‌های شیطانی توی سرم خیلی زود حرفامو باور میکردن. مقتول اول یعنی نیما رو به بهونه نشون دادن استخر با خودم به محل خلوت پارک کشوندم و اون رو مورد آزار و اذیت قرار دادم. قربانی دوم یعنی مجید رو به بهونه نشون دادن جوجه توی لابلای درخت‌های پارک به محل جنایت کشوندم. ابتدا نمیخواستم اونها رو به قتل برسونم، اما اونها منو میشناختن و از این میترسیدم که اونها منو لو بدن و دستگیر بشم و به همین خاطر مجبور شدم اونها رو به قتل برسونم. اعترافات علی باعث شد اون به صورت بازداشت موقت راهی زندان بشه. ابتدا این احتمال وجود داشت که متهم پرونده دست به جنایت دیگه‌ای هم زده باشه و همین دلیل تحقیقاتمون رو گسترش دادیم، اما هیچ پسری توی اون سن و سال به این شیوه به قتل نرسیده بود. بعد از تحقیقات زیاد و اطمینان از این که علی فقط این 2 نفر رو به قتل رسونده به بازسازی صحنه جنایت پرداختیم. متهم هنگام بازسازی صحنه جنایت اعتراف کرد که خیلی زود دستگیر شده و اگر مدت زمان طولانی تر می شد بیشک جنایت دیگه هم مرتکب می شده. خانواده هر دو مقتول خواهان مجازات قاتل شدند. از طرفی به همین علت علی از طرف دادگاه به اشد مجازات در ملأ عام یعنی اعدام محکوم شد. اما چون علی نوجوان بود حکم اون به 5 سال بعد یعنی در سن 23 سالگی به عقب افتاد و علی در سن 23 سالگی به اعدام محکوم شد. به نظر شما اگر این جنایت در کشورهای دیگه‌ای به جز ایران اتفاق می افتاد حکم قاضی برای قاتل چی میتونست باشه؟ حبس ابد، اعدام یا بستری شدن در بیمارستان روانی؟ پاسخ خودتون رو حتما توی بخش کامنت ها به ما بگید. اگر چنانچه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.